راستی بابا بابا چرا پون قطعه؟ نمیفهم سیمای قطع شده چیکار شده هر کار میکنی بابا یه دقیقه بیاین شما کار دارم بابا رسیف تو پون خاطر سیمای قطع شده من نمیفهم سیمای قطع شده یا بسوخته مگر بالا کشونه گرانه میکنه خوب کردیشی بابا بیا آمدم که به شما یک گپی بگم بابا خوب چی گفت بابا شما سال بام 12 ماه غم عروسا خور میخورین نه داری پیدیشته باشید نور پرمیدیم عروسا خور نه چرا نمیدم انا عروسا شما میته گپ بزن اشته گپ بزن من دیشب خونی زنبورال خوب بودم خوب خونی زنبورال خوب همین اختراش دست بابات همین مجلس دختر برار می خوب ما خونه پالوخ همین تغلطیده بودم اینا فکر کردن که من خوام نمیشنوم من خب بیدار بودم دیدم که یک دمی زنبورا ما گفت همین خسور من به این مجلس نگین اگر میگیم اور نغزانه که گپ زنه به خاطر که پاک آبرو آدم میگه یک خیلی خشپشره بابا شما خشپشره این همین تو میگو شما خشپشره این نه چه خشپشره آفرین بعد اگر یک گپ دگم بگو بابا یک گپ دگم بگو گفت که مثل اون مجلس چند ماه پیش مجلس که نداشتیم میگه فی به تالار زنانه بیاردم به یک موسفیده که گفت اگه ببینم این دختره میگه زنکا سفنجی آوردن دیدم که خسور چی ریپی قدشته بابا یعنی از 6 ماه پیش همین یاد کرده بابا من خنده نگرفت میگه چی ریپی قدشته میگه مردم 500 هزاری میگذاره خسور چی ریپی قدشته میگه من زمین شخ شکم تارم یعنی زن رمضانی گپار میزد بابا ما به شما افسوس میخونم که شما سال با 12 مقام عروسا خور میخورین هنی هم گپیم که گفته خسور مخشپشیه تا این مجلس سور نیارین چرا میته کارا میکنین بابا من دیگه چه کار کنم هنی گناه خود شما همه گناه خود شما نه بابا واقعا گناه خود منه که غم عروسا مگردن خوددارم که اینا نقدش کن شوی از اینا بزنه من نقدش اینا خارازار باشم برام ولی از اینا گپ زنه نقشن که برام به حرف نمیکنم میگه هیچی نگو خیره این هم نتیجه او وای گپا لولعه میزنه میگه تا مجلس این گپ خوبیه بابا فکر کرد که من خیلی شدم مرگ کوکو جان چی کوکو جان داری یعنی روام در که به من میگی کوکو جان ما خوب خشری دیدی من خشریم یا من لولب میگم این گپا هم عباس به ما بگو خوب من خوب تا چیزون لولب میگم نمیگم من دختر خوب فوته کنی من بس مجلس خبر نمیکنی عباسی گپا هم بگفته شما مخصوصا فکر نکردیم آخر من خشریم آخر من لولب میگم واسه دیگه دختر فوته میکنی عروضه که تو عروس میشودی من میر رمضان نقدش که دست خوب جون تو بزنه من خونی شما بی پول نقدشون که واسه که شما گوشه نمونه این هم موزدمه که تو دختر خوب فاته میکنی من بسر فاته نمیشونی که عبری سر تو میره تو گپ 6 ماه پیش رم یاد کردی که من بنواسته خوب خاطر چه ریپدسا که سپنجی دادم یعنی دیگه عباس روی نداره به خونه شما نمیگذارم عباس رو خود من نمیایم آفرین شما خیر بینی خونه شما باد میبینیم بابا دیگه هم شما باشه که به عروسا خدمت کنیم عروسا خوب دیگه بس آنه دیگه بس تو دیگه که به یک دیگه خدمت کنم بچه چی کار چی چی خزار دیگه خبرت شما گپ زده باشه راستی بابا اگه من دروغ میگم گیلک و چی خواهی من خوب بود کمونجگاه شیشته به گوشی بزی میکرد به گوشی بزی میکرد بزو بگین همه گپا دیگرم به شما میگه خوب به گیلک بگین همه گپا به شما میگه بابا اگه من دروغ میگم بابا من خیلی شدم دیگه گیلک کمونجگاه شیشته بوده خدا میدونه چه خزار دیگه گپ زده برات شما بابا
دهن که شما میگم بابا با ما پول بدیم اما نمیدیم برای ساخو میدادیم پول. راست میگی بابا. تو بیا خدمت کن. با پمپ تیار که میره هفته میره خاطی من میرم پمپ تیار میکنم. خب چطور بدید رمضان؟ سلام بابا اشتنه تیارم اول شما خوبه شکر. بخیری سلامتی رمضان بله بابا از جای کسرا خسور خورفتی زمینو خسور خو کش میکنی خیلی فرق کرده باشین. من فرق کردم خیلی فرق کردی یا اشته بابا فرق کردم فرق نکردی. هم گپا دیشه که زن تو به تو اختلاط میکرد چی بوده؟ چی میگو زن من؟ چی میگو؟ من خشره ام. نه بابا خدا نکنه من چتیات میگم. ها؟ نه من 6 ماه پیش عروسی نواسه میبیدم و نواسه خو سپنجی داده بیدم. به نواسه خود سپنجی داده بدین این گپا که همه زن تو اختلاط کردی بیده. تو می دختر خو فاتح کنی مر بس همه ریز خبر نمیکنی. کی بوده بابا و کجا بوده؟ دیشب این اختلاط ها بخونه تو بود. خونه ما بوده؟ بله یا به شما کی گفته؟ عباس میگو. بعده خجالت کشید. عباس میگو آه دیگه کی گفته بابا؟ گیلک هم میگو. اما در خجالت کشید. تو خود کلون کردم. زار و زحمت تو کشیدم. بابا زنه دیگه میگه دیگه چی کار کنه تو هم جلوی زن خود کشنده نمیتونی. میتونم خونه آه خو یک کلمه اختلاطی بدیم ایتا بو گفته دیگه او هم خود دیگه گپی نگو بابا او با 10 تا گپ برم عباس و گیلک تیار کردم بابا گیلک به اون خونه شیشته گپ تیار میکنه. آخه عباس کن نبود بابا شیشته میدم نه بود عباس ها. عباس بزی خونه سهر گدیشه بخواه نبوده که گم فکر میکنی خواه. دیگه زن میگه دیگه گاهی وقتا بابا میگه دیگه ازم خود زن میگه همیشه باز هم روی دندونا که دندونه به داخل دهن میده شه. میتونم بابا چرا تو چیکار شده که نمیتونی؟ نمیشه دیگه میگم اجای کسرا خسور خرفتی فرق کرد بابا. اما هر کلمه گپ نمیشه آدم بابا زن خو زید سپاه کنه اوقات خود طلاق کنه آه. یک کلمه بو گفته دیگه براتی شد دیگه من نمیشه گیرم اما او پیار هم گاهی وقتا میگه راست دیگه میگی. من کی میشه یه خیر بینی بچه خوبه گردم. از این ساعت هر رقم فاطمه میکنی هر رقم میکنی دیگه به من سلام مسلیت هم نداری. بابا او یک دیگه کلمه نگیان که من پیاره دارم. ان خلاصه به تو بگم. شما چرا بابا این گپ بدل شما درد خیر. کدام زن بیده بو گفته دیگه میگم من بترقم. از این میگی دیگه به من دیگه نه پیار بگی نه من به تو بچه میگم. خلاصه به تو بگم. آخه ما و شما کو بابا خودی هم مشکل گپ سخن شکر تعالی نداشتیم و نداریم تو که امروز جلو زن خو گرفته نتونی. تو چی بکری؟ بابا نمیشه ما بکل یک کلمه گپ تو سردل خلی داری که بابا جون. تو سردل خلی داری. دیگه نگی بابا. راست میگه این پیار مادم این سفیده حق نبود که زن میمیته گپا بزنم من چوب کنم هیچی نگم و گناه هم نیه دیگه من چکار کنم با تا خونه پیاره میتونم بزو کلمه گپ بزنم یا اور بزنم الا دست به سر بالا کنم پیاره میه سلت میکنم مجبورم تحمل کنم الان اجتماعی دیوانه ساده خدا میشته از این مرغ بستونو ای خدا این دید نادید میکنه این مرغ میده چکار کن منو گیلک واکو بله سلام علیکم گیلک جون بله کجانجور خیریته شکر دم غنیمت میگم بله امی مرغ ما بپریده بیرون از دراشم همه رفیق بده
چی آمده؟ مرغ ما از سر دیوار بپرید بیامد به ته سرا شما مور برو بیارک بده بده چرا میزنی؟ دروغ نکن ببخش نفهمیدم برو مرغ بیار بده جور گفت دادی برو گیله جو پرهوا میفهمی چیه؟ چیه؟ پرهوا خب خیلی بگی پرهواه مرغ به تاثرامو بیاد پرهوانیه ما قمسایی میگه پر ندی گیله جو بعده او کجو سرماله و نخریسه بیامده باشه که او بفته تازه شما پرهواه تو همسایی مانی؟ بلیو اصلا تو فکر کو که شو مادر منی بلیو مرغ بتونه میدم بده گیله اگه گپا ندی بعده گیله جو بر مرغ بیامده مرغ خدا میدونه بیامده یا نماده با خدا گیلک دلبند تو میندازن در سرا شما رو بعد مرغ بکنم میبرو بفهمیدی یا برو مرغ بیارم برو بکا مرغ برو بیار به قفشی که تو نمیفهمی به زبون عشده بیلا به تو میگم برو کمی تک تردشی به تک گوشتو نزنم که تا به برج اقرب خو همین تا سلو به دور خو مثل مرغ بچلی بیایی به سراما بیایی همین شوش که میبینی با جون تو پوره میکن برو مرغ مار بیار گله جو زودی بیایی بده برو بگی شاید برسته باشه تاقا بلا گسپنده شد برو کچی جان برو مرغ نیا برو ولادی برو چره؟ تا مرغ ندی گردن برو تاقا برو بیار مرغ بده تک نکنی که ما خیلی میشون کجی برو مرغ بیار با تو میگم گله اعصاب من خیلی میفهمی اون مرغ ما بشه 100 روپیه خریده بیدو به بیبی خو حالا بابا پر بیامده تاثیر شما گردنم بند نبرم بیبی من دل بعد من میندازه بیا برو زلدو سایکو تاثیر برو سایکو بیا برو سگ شما من میگیرم سگ میگیره دیگه خب برو تو بگی مرگ مفادیاتون بگیره سگ خود شما نمیگیره برو بگی بیا برو با تو میگم گلک جان شنی جان کاکا پیدا کیاری جانجور اول کیاری خوبه جانجوره سلامت باشه میگو چخر برو چخر نه نه سوکو ساگیله میگو دیشه خونه رمضان دادی کی دیشه خونه رمضان دادی من عباس هم اونجا بیدم عباس هم بود من بیدم میمون رمضان بیدم انا بچه خاله میگو تکبیه اختلاط میکنیم عباس هم اونجا بیدم چی میگو کی اختلاط نکردم عباس رمضان اینا رمضان ما چوم نگه ما دختر خونوز با دار کنه مادر میگو تک خورده انا بابا میگو تک نخ خوبه حال فاتح میکنه خیره که 13 مادر میگو 12 و نیمه پیار میگو نه پا با 13 گذاشته دوره بعد 13 ما چون 4 سال 5 سال به مرتکه میگن صبر کن تا نموزه 18 شه انا نوز با دار میکردم از من هیچ چی نمیگفتم کی؟ از من هیچ چی نمیگفتم مرغ بیا تو صبر کن اونجا که من خودت دیگه بزنم بابا مرغ ما بپریده بیامده میگه نمیده باشه با ما مستونم این میشناسی؟ نه یک وجیبی همسایه دست چپ کنه این مرغ غازی بپریده بیامده به تاثیر ماما اینا شو خاله مانه باجی بیارمه ماما این میشناسی؟ صبر کن خب چی میگفتم؟ همین مرغ که بپره بیاید پروانیه چرا کفتران مردم میگه که پروایه خب از ما که چی نمیگفتم؟ شما؟ نه حقیقت بگو راست خوب جون این که عروس شما اختلاط میکرد چی میگفت؟ زن رمضان بچه خاله من اختلاط میکرد میگفت اگه چون یک دفعه بشنیدم گفت اگه چون انا خسور من بمی نه فاته نکنه شیشته نباشه کنه اون چون میته چیزیه انا ایتا قیافی و سکتور میگیره سکتور مرغ ولا کش مرغ بالا نندو ولا می سکتور میگیره دیگه ما میگه گپ میزنی سر یا کش برو با داخل سر خاطر من سکتور میگیره بیا سکتور میگیره بیا سکتور میگیره من دیگه بس رحمان گپ خود بگی برو مرغ بیا بعد که سر کو گپ خود بزنه میگه تا خسور من نگی من چون خشریه خسور ما چون چه ریپه گذاشتی بدین
بیامده به خصوص ما بیامده به تالار زنانه نواسی و توانی بابی و شما بدین دست خود شما مثلا بابی دختره میگم دستی بالا کرده که بابی دختر بیامد باز نانا بیامده شپنجی آورده انا اکیزه که بره که ندید تو بیستی بلکه شما ری سپنجی ها زن رو بزن میگم بره عرق پچه کده گوتیم این تالار شخصه که من تر بر کسی نبینه انا این نگین که من چون بفوز کسی نمیخوره همین تبش عباس خیلی شنیدک من کمی شنیدم میگم ماما به حرف ازی نکنی این شمار خودی قوما شما فهم بنداده مرغم بیامده نمیده شمار هم باید خودی قوما شما فهم بنداده به حرف ازی ساده خدا خداحافظ بله چسته میرفتیم زنده باشی میگو این مرغ مسلمان رو بده خوب بلیاز باجی پیار می به حرف ازی نکنی شمار خودی قوما شما فهم بنداده بارا دیگه من به تو مرغ بدم با بیانیم برا گردان با خدا لنگر نمیگیری گردان من بلدی نمیرو بیار مرغمه در مرغمه ندی نمیرو بیار مرغمه یودی شو خواهد تو بگه یک بجمی به خدا میارسه کفشاتو با پامه نمیشه بیا بله کفشا خب بله رنگ تو به گرشه مرغمه بیا برو کشیده که میزنم تو با تو یک سنگ ندارم که دیر مرد تو گفته مرغمه بیا بیا گرجی بیا ساگ بگی ساگ بیا کجی نمیگی برو مرغمه بیا بده مرغمه بیار گیلا مرغمه نیاریم رو دست را شمار میکنم خب بیا دیگه برم بیا بیا دیگه چیز سی برم جگالو تو بیا یک دقیقه اینجا با اینجا نام خدا انا گیلک جو بالا شو این درخت شتوت خو یکی از این سپلار بردار اگه به دست نمیدی بالا شو این شتوت بالا شو خو بالا درخت بالا شو نه بابا ما پارسال لنگم بلخشیدک بافتادم پیال مگو تک دیگه به درختا مردم بالا نشی خب من طور بیاردم که به درخت بالا شی می چیشا محل نمیبینه درخت میفته کن نه من میفته کن اینا شتوت کو خاطر میبرم به شهر بخونه خسر خو باز با تو سیب هم میدم اون میرین سیب هم میشه بعد که سیب کنیم با تو سیب هم میدم بگی سیب هم شما نه بگی ما بالا نمیشون خب پاتو بیاردم که چه کار آوردم من دو من خو میگیری تو بالا شو بتک کن شتوت نمیتک کنم دونه دونه میگرم چینده شه بگیره ما ازال برو تاشومی پر میشه نه بابا زیاد داره پر میشه نه لنگم ملخشه خب بیا دیگه چه کار خودمه تو گفتی بیا بریم توت بچینیم سیب بچینیم این کاریت نگفت سیب میچینم اول توت بچی با سیب هم میچینه بگیر دیگه ما بالا نمیشم تو برو بالا شو من میگیرم دست خود بابا ما پارسال ما بیاقلیم پارسال بلخشیدم پارسال رخشیدی این سال که تتر شدم یا مال 2 کیلو اضاف شدم نمیچینی برو باغچه بیرو شو کجا برو یا برو بالا شو به سر درخت شو میرم برو کجا برو برو بیرو شو باغچه برو خود میچینم برو دیگه ما سالت میگیرم سایکو ایت گل من نمیتونم لنگم ملخشه چیشا محل نمیبینه پامش اشاخه خطا میخوره میفتم پیدا لنگم ملخشه تو به تا محله گفتی بیا بریم همسایه بریم تو توی تام میدم محال بیا بدی میگه لنگم ملخشه بالا شی به درخت میگن تو لنگم نامخته لنگم ملخشه برو گلک برو اصلا برو بیزارم از تو
خود من یک کار میکنم. با خاک که برو برات کار خوب برو. بر بیارد اینجا من این گپ دی بالاشو بالا درخت بلخش لنگمه. و مجی به تو نگفتم که به درخت بالا شی گفتی بالا میشم. من که آیات مبره به تارا که بیام بیاد ماما که من پارسال لنگمه بلخشی. برو. نمودم به یاد تو میام. ساده خدا. تو من اینجا به زمین زنی که پیار من بگه لنگ تو بلخشیده. پیار به پارسال تا مرد لنگمه ببرد و شکستبند بسته که یک سره نفری میکنه. خوبه برو. با بیزارم برو رد ماریاله دیده که. شیر بیاوردم من که بالا شد درخت همه شدید بچینه. بیا اینجا من بالا که به زمین خورم های. برو گیل نکن. لنگمه مشکل های. برو دیگه گپ مفت نزد برو. خود ما بالا میشم بلکه یک ساعت حداقل بتونم بچینم. خدا من به تو احتیاج نکنه تو ساده. خود ما کم کم میچینم. با بیا درتر بیا یک در باغچه با بگو سیب مایم تو سیب هم میدم. یا همه چون کی بچین ندارم بگذار که دیروز ما آمدم سیب کردم اشتانه. نداره یه بگذار کجا آدم ای ساعت لپور کنم.